روز بخیر بینندگان عزیز، مخلصان گشتن جودو، ما با رقابت‌های جالب و دیدنی روز دوم مسابقات با شکوه جودو توجه خواهیم کرد. در آن سمتی که ما هم امیدواری‌های بیشتر و زیادتر به نتیجه پهلوانان شهرتیار کشور داریم و اکنون نجم‌الدینов محمد شریف حالا در میدان است و نظر و پهلوان ترکمنستان که ما میبینیم در ادامه رقابت بسیار هیجان. لحظه که خیلی هم مناسب و شایسته برای عزیزی تاجیکستانی خوب انجام می‌یابد و زری را محمد شریف نجم‌الدین مال خود کرد. اما این حالت دیگر بار ثابت کرد که محبوب مردم تاجیکستان سفید پوشی در میدان بوده، پرتابش به ایپان نرزنده است و این بود که داور در این لحظه خیلی حساس و هیجان نتیجه را دیگر بار ثابت کرد و پیروزی محمد شریف نجم‌الدینov را به شما دوستان عزیز در دور اول مبارک میگوییم. دوستان عزیز، اکنون ما مراد یولداشف را میبینیم که با محمد شریف نجم‌الدینov رقابت را اینجا شروع کردن. ورزشگری ما در حالت پرت فرصت نگاه داشتی به تخت پشت حریف را پیدا نکرد. ثانیه های اول رو چون اینجا هم ما دیدیم که بسیار پرشدت پشت سر شده ایستاده است و مراد یولداشف ورزشگری که در دوره اول گفتیم آزاد بود، میان ستاره های جودوی سیاره جای سیوم دارد و ورزشگری ما هم این لحظه ها خیلی با جرأت فکر میکنم که مراد اگر خود را چنین وانمود سازد داور مجازاتش خواهد کرد. یک کوشش خوبی پهلوان تاجیکستانی بهتر به نظر رسید. محمد شریف نجم‌الدینov بیشتر در سامبو شهرت داشت. امسال در چمپیونات جودوی مملکت هم متانت والا نشان داد. راو حکومتов مربی او البته در مرحله های حساس و همچنین در مشق‌های دست جمعانه انجام داده فدراسیون جودوی کشور با دعوت متخصصان و همچنین یک گروه مکملی پهلوانان فدراسیون روسیه الکی بر رفتی کاری با برای پهلوانان ما نتیجه به هم آورد. میان ستاره های جودوی سیاره یولداشف زینه سیوم را دکبر سال 2022 به دست آورده بود. این خیلی موفقیت شایان است. در گرند اسلم مدال برنجی دارد، در قهرمانی آسیا مدال نقره، جایزه طلا در گرند اسلم یک دفعه و خیلی 27 ساله صاحب تجربه و حالا در تلاش اکنون با کوشش خیلی خوب و جالبی ورزشگری آینده‌دار کشورمان محمد شریف نجم‌الدینov را دیده ایستاده. پهلوان ما 24 ساله است. روند تلاش‌های قبلیش در کارنامه‌اش تحولات و رنگینی را هم به بار نآورده باشد، اما در دیدار امروز خیلی خوب هنرنمایی دارد. راستی در میان ستاره های جودوی سیاره با جایزه‌داری مقام سیوم حالا سبقت دارد با میزبان. واقعا هم هر یک لحظه هر یک حالت مناسب و مساعد را هم نظارت میکند و هم کوشش دارد که در روند حرکت هایش به اشتباه راه ندهد. آفرین، خیلی گوشتنی خوب گرفته ایستاده است. راستی کوشش های یولداشف ثمر نآورده ایستادند. محمد شریف نجم‌الدینov در این لحظه اکنون از بالا اگر دست را درست داشته است، اما از بالا باز همین ترتیبی که اما اکنون رقیب در جریان سبقت الکی به شکم افتید. کار به
مبارزه های پرتری رفته میرسد. بسیار هم خوب بود. از بالا داشتن بسیار برای محمد شریف نجمیدینov مناسب تر است. شیدا گرفت. دیروز هنگامه رو با وجود آورد. یک تن چهره سرشناسی ما در وزن تا 66 کیلو امامری نورالی پهلوان ترکمنستان را در دیداری اول مغلوب کرد. ورزشگری ازبکستان را در رقابت دوم، نماینده فرانسه را در رقابت سوم، بعدا تیلوف را در رقابت چهارم و به مرحله خیلی حساس و حل طلبی که راه یافت و واقعا هم یک تحولات رو در ورزش جودوی کشور به میان آورد. بعد از تیمور رحیمov امامعلی نورالی دستاورد شایان و ارزنده در این روزهای اولی فصل زیبای احیای طبیعت. یولداشف گوشتینگیری نجمیدینov دلگیر کننده نیست. مهمش آن است که هراس ندارد و مثل آنه که دیروز امامعلی نورالی خود را در میدان چنین نشان داد. اکنون ورزشگری ما باز هم آن همین ترتیب از بالا، چون گفتیم که علاقه عادت همیشگی و دوران کودکی محمد شریف نجمیدینov است. باز تخلص هم دارد راستی. اگر من هم بیان نکنم اکثر مخلصان میدانند که این را در میدان های مسابقه های حدود تاجیکستان محمد شریف نام نمیبرند. تخلص خیرس را دارد و در یک قصه پدرش هم بیان کرده بودم و پهلوان ما شیدای دوم دادند. راستی من نمیدونم از این حرکت هایی که میبینیم در روندی تلاش پهلوان ما، همان مشکلات نرسیدن تجربه کار در زمین. ببینید چگونه یولداشف را با مشکلی متهم می‌سازد لحظه هایی که خیلی مناسب و در پرتر رجوع نمیکند برای حرکت دیگر. یک کوشش که پرد به دستی راست برد دیگر بار به نیمه چپ حرکت را در پرتر جاناکتر سازد، فشار آورد. اما یولداشف این چهره هم تصادفی نیست. اکنون همون خطری شیدا تهدید کرده ایستاده است ورزشگری ما را. محمد شریف این را با جرأتانه میخواهد که اثبات کند که این چهره آیندهش درخشان است. وقتی اساسی انجام یافت. بله دیگر باره هم محمد شریف نجمیدینov تلاشی از بالا داشتن رو میکند. ببینید با همون یک عادت دائمی یا با اصطلاح رفلکس افتید خود را آزاد میگذارد. حالا که امکانیت خیلی فراختر است در پرتر، بسیار فرصت های مناسبند ندادن دست، فشار آوردن برای تسلیم نمودن رقیب توسط باز هم پیوندی انمان حرکتی بوغی کردن، حالت نگاه داشتی به تخت پوش یا اقل در این لحظه هایی که امتیاز طلایی برای ما چون آب و هوا ضرور است. قوهش نمیرسد بدون شک و شبهه، بدون مبالغه. چند حرکتی که کرد عاجز موند و اگر باز هم خطری شیدا پهلوان ما رو تهدید نکند، دقیقه چگونه فرصتی مناسب. اما باز داور اینجا فکر میکنم یک لحظه که
шубҳа дорад. шубҳа аз чӣ? эҳсос мешавад ки дар ин ҷараён кор ранги дигар мегирад. мебинем ки ба Маҳмадшариф Наҷмиддинов вазари баҳогузорӣ карданд. инкор шуд, дидед? ой чӣ бояд кард? чӣ кунам? вазари будан наметавонад. инро ҳамаи мухлисон баён месозанд. акнун ҷузъиёт акнун дар худи ба ҳамон салоҳияти кори даварон вобастагӣ зиёд дорад. таваққуф буд ё чӣ ҳолате ки акнун вазари Маҳмадшариф Наҷмиддинов бекор карда шуд. дақиқаи дуюми вақти иловагӣ. Наҷмиддинов як бори дигар боз ҳам ҳаракат мекунад аз боло камарбанди рақибро мутобиқи ҳамон матлаби худ доштааст. варзишгари ӯзбекистонӣ боз ҳам бибинед ки ба ҳамон фишори паҳлавони мо тоб овардан наметавонад. инро ҳам бинандагони азиз шумо хуб мушоҳида мекунед. ба шикам афтиданаш ҳолати дигар ва агар боз ҳам таҳдиди шидо набошад фикр мекунам дар ин раванд. дидед чӣ ҳолате ки комилан на мухлису на ману на шумо ба ин ҳолат розӣ будан наметавонем. воқеан ҳам куштингирии хуб, истеъдоди воло, маҳорати арзандаи паҳлавони маҳбуби Тоҷикистон дар дилҳои мо ҷойи алоҳида дорад.